اگر منتظر تاییدیه LMIA هستید یا میخواید به زودی برای ورک پرمیت کانادا اقدام بکنید، باید به این موضوع دقت کنید. زمان پردازش پرونده های LMIA تغییر کرده. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده، زمان انتظار برای برخی از استریم ها به شدت کاهش پیدا کردن. اگر کارفرمای شما از طریق استریم اقامت دائم برای حمایت از پرونده پیارتون اقدام کرده، زمان انتظار دریافت جواب LMIA بیش از 3 ماه کم شده، یعنی از 244 روز به 140 روز رسیده. و از این جالب‌تر، The Global Talent Stream هم به سرعت فوق‌العاده خودش برگشته. میانگین بررسی این پرونده ها فقط 8 روز شده. اما شرایط برای همه یکسان نیست. اگر در Low Wage Stream هستید، باید بدونید که زمان انتظار افزایش یافته و به 58 روز رسیده. حتی های ویج استریم هم یک تأخیر جزئی داشته. با توجه به اینکه کانادا سقف پذیرش temporary foreign worker ها رو برای سال 2026 روی 60,000 نفر تنظیم کرده، حجم پرونده ها به سرعت در حال تغییرن. پس حتما پیج ما رو دنبال کنید تا این تغییرات رو از دست ندید و برای بررسی تاثیر این تغییرات روی پرونده شما با ما تماس بگیرید.